برادری درباره نمازی تراویح پرسیدن که چند رکعات است و آنچه که از رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق احادیث صحیح ثابت است برامان بگویید. ان شاء الله برادری محترم، درباره تراویح علما اختلاف دارن. بعضی ها 8 رکعت میگویند و بعضی ها هم 20 رکعت همراه ویتر 23 رکعت و بعضی ها هم 36 رکعت گفتن و بعضی ها بالاتر هم قول کردن. آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه درست و احادیث صحیح نقل است، شما چون قید لگانده که مطابق احادیث صحیح بگویید، پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابق احادیث صحیح 11 رکعت یا 13 رکعت که تفصیلی از زیر ان شاء الله بیان میکنیم نقل است. و روایت از همسری محبوبشان عایشه رضی الله عنها نقل است، فرمودند ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت بالا نمیخواندند و این حدیث در صحیح بخاری، صحیح مسلم هر دو اتفاق دارند به لفظ این روایت. در ادامه روایت می آید که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 رکعت میخواندند بسیار طولانی و زیبا و بعد از او 3 رکعت میخواندند، یعنی 4 رکعت میخواندند، 4 رکعت میخواندند، مجموع 8 رکعت و باز 3 رکعت میخواندند که مجموع 11 رکعت، 3 رکعت وتر و 8 رکعت دیگری قیام اللیل. همین روایت روایت حدیث حضرت عایشه را مسلم رحمت الله علیه به تفصیل به الفاظ مختلفی آورده. در یکی از الفاظهای این روایت می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان نماز عشا و نماز فجر 11 رکعت می خواندند. 11 رکعت میخواندن یسلم بین کل رکعتین، در میان هر 2 رکعت سلام میدادن، یعنی 2 رکعت میخواندن سلام میدادن، 2 رکعت میخواندن سلام میدادن تا 10 رکعت و یوتر بواحده و باز در آخر 1 رکعت وتر میخواندن که مجموع 11 رکعت. اینجا کیفیت دیگری نقل شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم وترشان 1 رکعت بوده و 10 رکعت دیگری نمازی نفلی خواندن. در لفظ دیگری از همین حدیث عایشه مسلم رحمت الله علیه چنین نقل میکنه یصلی من اللیل 13 رکعه، در شب 13 رکعت میخواندن، یوتر من ذلك ب50، همین 13 رکعت 5 رکعت از زیر وتر حساب میکردن، یعنی نمازشان قیام اللیل 8 رکعت بوده، باز وتر 5 رکعت میخواندن. ما در وتر تفصیل بیان کردیم که وتر از 1 رکعت تا الی ماشاءالله کسی که توان داره تا 13 یا 11 رکعت. و همچنان در لفظ دیگری چنین بیان میکردن که یصلی 13 رکعه برکعتی الفجر، 13 رکعت میخواندن لکن همراه سنت فجر، یعنی 11 رکعت همراه وتر قیام اللیل و بعد از او 2 رکعت نماز سنت فجر که مجموعی 13 رکعت میشه. در لفظ دیگری از همین حدیث عایشه چنین نقل میکنه کان یصلی 13 رکعه، 13 رکعت میخواندن، یصلی 8 رکعات، 8 رکعت نفل میخواندن، ثم یوتر بعد از او وتر میخواندن 3 رکعت، ثم یصلی رکعتین و هو جالس، بعد از او 2 رکعت نشسته میخواندن، یعنی بعد از وتر 2 رکعت نشسته و این سنت دیگری است. پس مجموعی چند شد؟ 13 رکعت، 8 رکعت قیام اللیل، 3 رکعت وتر 11 رکعت و 2 رکعت هم نشسته خواندن نفلی، مجموعی 13 رکعت. در روایت دیگری همین در لفظ دیگری از همین حدیث حضرت عایشه چنین نقل میکنند کانت صلاته فی شهر رمضان و غیره 13 رکعه باللیل منها رکعتا الفجر، نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم در رمضان و غیر رمضان 13 رکعت بود و از همین 13 رکعت 2 رکعتش مربوطی سنتی فجر میشد.
در لفظ دیگری از همین حدیث عایشه مسلم رحمت الله علیه چنین نقل میکند: کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم من اللیل 10 رکعات. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب 10 رکعت بود. و یوتر بسجدة، و اما وترشان 1 رکعت بود. و بعد از او 2 رکعت نماز فجر میخواندند، فتلک 13 رکعه، مجموع از این 13 رکعت میشد. از مجموع روایات این برداشت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم غالب نمازی نفلشان 8 رکعت، از 8 رکعت تجاوز نمیکرد. گاهی هم 10 رکعت میخواندن که 1 رکعت بعد از او وتر میخواندن. و گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 رکعت میخواندن. در این 13 رکعت عایشه رضی الله عنها سنت نماز فجر هم حساب کرده و گاهی هم بعد از وتر 2 رکعت نشسته میخواندن، یعنی احیانا میخواندن برای همیشه نه. از مجموع روایات چنین برداشت میشود. و همچنان این دانسته می شود که نماز شب رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر 2 رکعت می خواندن و گاهی هم 4 رکعت یک جا می خواندن، یعنی 4 رکعت می خواندن سلام می دادن و بعد از او 4 رکعت می خواندن سلام می دادن، باز وتر می خواندن. و این روایات صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز شبشان که قیام اللیل گفته میشه، تهجد گفته میشه، تراویح گفته میشه، همه از اینها مسمیات، یعنی نامه های زیادی هستن برای مسمای واحد که نماز قیام اللیل. همه از اینها یک چیز است، اینها چیزهای مختلف نیست. بعضیا گمان دارن که تهجد چیزی دیگری است، قیام اللیل چیزی دیگری است، تراویح چیزی دیگری است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا ثبوت نداره که در یک شب 2 نماز خوانده باشن، یکی تراویح بوده باشه و دیگری قیام اللیل بوده باشه یا تهجد بوده باشه و کسی ایره ثابت کردن نمیتونه. اگر کسی ثابت کنه آماده ما هم برای احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم هستیم. و این نمازی رسول الله صلی الله علیه و سلم، نمازی را که عایشه رضی الله عنها نقل کردن داخل خانهشان بود، چون نماز نفلی شب را در داخل خانه می‌خواندند در رمضان و غیر رمضان، مگر چند رمضانی که بیرون شدن. روایتی از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه نقل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در رمضان برای ما نماز دادن چنین نقل است: صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شهر رمضان 8 رکعات و اوتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان برای ما نماز دادن و چند رکعت خواندن؟ 8 رکعت نماز خواندن و بعد از او وتر خواندن. پس از این روایت معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه کرام هم نماز نفلی یا تراویح که دادن یا قیام اللیل او هم 8 رکعت بوده و امرای وتر 11 رکعت میشود. و این روایت را ابو یعلا در مسند خود روایت کرده و هم چنان طبرانی در صغیر خود. اما روایتی که از ابن عباس رضی الله عنه نقل است، مصنف ابن ابی شیبه و همچنان طبرانی در معجمش ذکر کرده، و یکی رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعه، در رمضان 20 رکعت می‌خواندند. حافظ زیلعی در نصب الرایه درباره این حدیث چنین می‌فرماید: و هو معلول بابی شیبه، این حدیث ضعیف است، علت داره به شخصی که این را روایت کرده به نام ابی شیبه ابراهیم بن عثمان. و بعد در ادامه روایت میفرماید: و هو متفق علی ضعفه، ابی شیبه درباره ضعف ازی، کمزوری ازی علمای محدثین اتفاق دارند. و همچنان این حدیث مخالفی حدیثی صحیحی که در صحیح بخاری صحیح مسلم از عایشه رضی الله عنها نقل است، مخالف و حدیث است. و همچنان مخالفی حدیث جابر رضی الله عنه که صحابه کرام نماز دادن 11 رکعت نماز دادن، مخالفی و حدیث است. و همچنان درباره این حدیث هیثمی یکی از محدثین میفرماید: رواه الطبرانی فی الكبیر والاوسط و فیه ابو شیبه و هو ضعیف، در سند یزی ابو شیبه و ضعیف است. حافظ ابن حجر در تقریب میفرماید که ابو شیبه در سند حدیث است و هو متروک. ابو شیبه
متروک در نزد محدثین وقتی که بالای براوی اطلاق شود به حدیثی از او هیچگاه اعتماد نمیشه. و همچنان بیهقی از جمله محدثین میفرماید تفرد به ابو شیبه ابراهیم بن عثمان و هو ضعیف. به حدیث تنها ابو شیبه روایت کرده که او خودش ضعیف است. پس این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثبوت نداره و مخالف احادیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 11 رکعت میخواندند. اما 20 رکعتی که به عمر رضی الله عنه نسبت داده می شود که یزید ابن رومان نقل میکنه و روایت در موطا امام مالک میاد که مردم در زمان عمر رضی الله عنه 23 رکعت میخواندند. درباره این حدیث همچنان زیلعی از علمای حنفی در نصب الرایه میفرماید که یزید ابن رومان عمر رضی الله عنه را درک نکرده و همچنان عینی هم از جمله علمای حنفی است میفرماید که سنده منقطع. این حدیث سندش منقطع است، یعنی یزید ابن رومان که نقل میکنه از عمر رضی الله عنه، یزید ابن رومان عمر رضی الله عنه را درک نکرده، ندیده، چطور روایت میکنه؟ پس این روایت از او درست نیست. و همچنان بر روایت دیگری هم در مصنف ابن ابی شیبه نقل شده که یحیی ابن سعید نقل میکنه و یحیی ابن سعید هم عمر رضی الله عنه را درک نکرده. و آنچه از عمر رضی الله عنه به طریقه درست نقل است 11 رکعت می باشد. در موطا امام مالک این روایت به چنین الفاظ آمده: عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس ب11 ركعة. عمر رضی الله عنه ابی بن کعب و تمیم داری هر دو را امر کردند که برای مردم 11 رکعت بخواند، 11 رکعت تراویح بدهند. پس این روایت موافقی آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه درست قیام اللیل نقل شده موافقی از اوست و این راجح است نسبت به روایتی که از عمر رضی الله عنه 20 رکعت نقل شده. نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم از فعلشان قیام اللیل از 11 رکعت الی 13 رکعتی که گاهی 2 رکعت نشسته می‌خواندند یا همراه نماز سنت فجر از او بالا نبوده. و همچنان از صحابه کرام که نقل است از عمر رضی الله عنه و طریقه درست اینها هم از 11 رکعت بالا نبوده. پس مسلمان موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به 11 اکتفا کنه، این خیرش است.